اما عشق ورزی با زنی بیگانه، با مرد بیگانه، این لعنت خدا هست. بنابراین خدا میگه که بالاجمال فی القول والفعل، یعنی در اخلاق زندگی هم، در معامله هم، در همخوابگی هم، در اجرای فرمانهای زن تا نام خوش اخلاق باشه. پروردگار میگوید بنابراین مردی حقیقی همسرش هر چی خواهد امکانیت داشته باشد براش اجرا میکند و همسرش با نفقه تأمین میکند، با خورد و خوراک، با پوشاک، با خوشبویی، با جای خواب. این وظیفه مرد است. وظیفه زن که امروز معلاسف عکس شده است، زنی بیچاره مانند شوهرش از صبح میبرد تا شام در کوچه کار میکنه. وظیفه زن در نظر دین مقدس اسلام شوهر تربیت کردن است، فرزند به دنیا آوردن است، فرزند تربیت کردن است، برای شوهر خانه‌اش آباد نگاه داشتن است، برای شوهر لباس و خوراک تیار کردن است. همین کار است. همین کار نیست مگر عزیزان من از روی انصاف شما این دشمنان اسلام شما رو فریب گرفتند. همین زنک لباس شوید، غذا کن آماده کند، خانه شوهرش تازه کند. همین کار است. این امروز دشمنان اسلام پایمال کردن حقوقی زن. اگر همین کارها رو در رستوران کنند، مادر رو در رستوران کاسه طبق شود، در رستوران پول شود، در رستوران پرده شود، این بلند برداشتن حقوق زن. او کدام انصاف است؟ آیا شما رو کور کردن این دشمنان خدا؟ زنک لباس شوهرش شوید، این تحقیر به حقوق زن. اما در خیمچسکر و لباس مردای بیگانه رو شوید، این بلند برداشتن حقوق زن. زنک در خانه پیش شوهرش اوقات بیاره، این پایمال کردن حقوق زن. در رستوران پیش مردهای بلهوس تا سینه‌اش اینجاش لش با ناز و اشمع اوقات بیاره، این بلند برداشتن حقوق زن. کدامش از انصاف؟ خدا رحمت کنه. فردوسی بزرگم یک بیت دارد در شاهنامه‌اش: زنان را بود بس همین یک هنر، کشینند و زایند و شیران نر. زن هنرش چیست از زن ما؟ رارویی است. زن هنرش در رستوران پیش خدمت بودن است. زن هنرش در دکان سودا زینت داده به ایشوا خریدارا رو به خود جلب کردن است. این هنرش نیست. زنان را بود بس همین یک هنر، کشینند خانه در زایند شیران نر. من این تو جوانکای زیبا رو تربیت کنند. حق به جانب فردوسی است. گپ ترسنزاده خطا هست. خدا مغفرت کنه. ترسنزاده را وقتی گفته بود خوب شد که زن به دولت یار شد، مملکت از دست زن گلزار شد. نه، گلزار نشد، رسوا شد. بیچاره از ترس کمونیست ها این گپ زده بود. از طرز حزب کمونیست و بیورای مرکزی این گپ زده بود. نباشه باید بیزار بود از همون زنش کوچه برآمدن، از همون دخترش خواندن که بشانی شوهری عروس کرد. از خجالت بیچاره به مرده برفت. گپ حق تنیف فردوسی است. خدا رحمت کنش. زنان را بود بس همین یک هنر، کشینند و زایند شیران نر. من نمیگم خواهرای ما کار نکنن. خوب وقتی که زندگیش نمیگذارد، شوهرش کم بغل است، برای یاردمی در زندگی میلش کار کنه، اما کاری به خودش مناسب کند. کارهای زنانه هم هست، کند همون کاره، عیبش نیست، لیکن با آداب اسلامی، با رویمال، با کرتی آستیندار برات کار کند. بازار میشیند، در دکان کار میلش کار کند، رویمال بندد پیش برکش محکم، خلط پوشد تا آستینش تا بند دستش محکم، میلش کار کند. خدا این اجازت داد، پیغمبر این اجازت داد است. ان الله قد اذن لكم ان تخرجن لحوائجكن. رسول اکرم در شما خواهرها به خاطر ضرورت، حتی در مختصر هم هست، ملاهای مختصر خان هم میدانند که حتی زن در حالت عده اگر از جای نفقه میرسیدگیش نباشه میتانه و تخرج فی الملوین، خاشه بخاروز برات کار کنه به خاطر نفقهش. لیکن خواهرای عزیز، وظیفه شما شوهربانی کردن است. وظیفه شما خانه شوهر تازه نگه داشتن.